اولش. خب ایجاد ساسون جلوی لباس. از روی خط سینه به اندازه 1/10 دور سینه که در واقع هم فاصله سینه‌مون میشه. خب به اندازه 1/10 دور سینه هر چقدر بود علامت میزنیم میام داخل. 98 بود دیگه، درسته؟ میشه 9/8 تقریبا همون 10 بگیرم اینجا 2 میل فاصله. هر چقدر اینجا علامت زدم روی خط باسنم همون مقدار میام داخل. ببینید 1/10 دور سینه میام داخل علامت میزنم. این دو تا نقطه رو که علامت زدم به هم دیگه وصل میکنم. این قسمت به اندازه 1.5 سانتی میرم به سمت راست، 1.5 سانت میام به سمت چپ. روی خط باسن به اندازه 4 تا 6 سانت میرم بالا اینجا مثل قسمت پشت، 4 تا 6 سانت میرم بالا. حالا این 1.5 که علامتش رو زده بودم میام صفرش میکنم به این قسمت اینجا. برای این قسمت اینم تو قسمت بالا اینجا شکم متفاوت. اولین کاری که میکنم باید از گودی گردنم که میشه این قسمت به اندازه قد سینه بیام پایین. قد سینه چقدر بود؟ 20 بود. خب ببین 1/10 دور سینه‌ام که علامت زدم و خط کشم باید طوری بذارم که برابر همین خط ساسونم در بیاد اینجا. یعنی این خط قد سینه اینو حالا وصلش میکنم به این قسمت. من اگه میخوام ساسون بدوزم از این قسمت مرکز به اندازه 1.5 الی 2 سانتی متر میام پایین فاصله میگیرم، یعنی مرکزش میشه اینجا. حالا میام اینا رو وصل میکنم. اینم ساسون جلو یا پنس جلو. اینم خدمتشون ببین که این اگه سوالی داری